لله الذي خص شهر رمضان بمزيد الفضل والإكرام، أحمده وأشكره على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه هداة الأنام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما را بندگان خداوند و امتان پیامبر صلی الله علیه و سلم به در آمدن این ماه شریف رمضان که اول آن 6 ایون 2016 به شمار می رود تبریک و مبارکباد می گویم و از درگاه الله جل شأنه این ماه را ماه رحمت و ماه مغفرت و ماه آزادی از آتش دوزخ برای شما و خاندان شما و برای پدران و مادران و مردگانی هر یکی ما و شما خواهانم. بندگان خداوند، ماه مبارک رمضان ماهی هست که الله جل شأنه از دیگر ماه‌ها فضیلت و بالاگی برای اون داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. پیامبر این حدیث قدسی را از الله جل شأنه نقل می کند که خداوندی متعال می فرماید هر عملی که بنده من می کند او عمل به خاطر اوست، مگر روزه که این خاص به خاطر من هست که این را هیچ کس نمی داند. و الله جل شأنه می گوید که ثواب این را و مقدار ثواب این را من بر دوش می گیرم که من عطا می فرمایم. و باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند للصائم فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. پیامبر می فرماید که انسان روزدار 2 بار خوشحال و 2 بار خرسند می شود. اولین خرسندی آن در دنیا هست که وقتی که بعد از روزه گرفتن افطار می نماید، بعد از تشنگی سیر آب می شود، بعد از گشنگی سیر می شود، طبیعت او خیلی خوشحال می شود و خرسند می شود. و دویم خرسندی او وقتا که الله جل شأنه اجر و ثواب بزرگ این رمضان را برای بنده اش می دهد بسیار خوشحال می شود. رسول اکرم می فرماید که والله بوی دهان روزدار نزد الله جل شأنه از بوی مسک هم بالاتر است. از حضرت سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت است که می فرماید ان فی الجنة بابا یقال له ریان، در جنت دروازه هست که خداوند جل شأنه او دروازه را ریان نام کرده است. یدخل منه الصائمون یوم القیامه، بر همین دروازه جنت تنها تو ای بنده روزدار می درایی، اما کسی که به خاطر کار دنیا، به خاطر مال دنیا روزه ماه شریف رمضان را می خورد، خدا برای او حق نمی دهد
که بر این دروازه جنت داخل شود. پیامبرتان می فرمایند لا يدخل منه احد غیرهم یقال این الصائمون. بر این دروازه ریان غیر از روزدارها هیچ کس داخل نمی شود. پس فریاد کرده می شود روز قیامت کجا هستند روزدارها؟ فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل احد من غیرهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که فریاد کرده می شود روز قیامت ای روزدارها کجا هستید که بر این دروازه جنت داخل جنات الهی شوید. از جای بر می خیزند و داخل جنت می شوند. هنگامی که آخران روزدار داخل جنت شد به امر پروردگار در این دروازه جنت بند می شود و غیر از روزدارها هیچ کس نمی درآید. بنده خداوند، امتی مسلمان، امروز به خاطر دنیا که روزه ماه شریف رمضان را ترک میکنی، به خاطر پیسه یک ماهه که این ماه مبارک رمضان را ترک میکنی، یقین بدان که روز قیامت پشیمان میشوی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. بعضی روزدار هست که روزه میگیرد لیکن الله جل شأنه برای او ثواب نمیدهد مگر او شکم خود را گشنه مانده است، دهان خود را تشنه مانده است. و رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. و بسیاری از روزدارهای هستند که شب نماز میخوانند اما روز دروغ میگویند، فریب میکنند، ظلم میکنند، حقوق الله پایمال میکنند، حقوق بنده هاش پایمال میکنند. بندگان الله کار میفرمند و پول اونها را نمیدهند، برای اونها این روزه اونها فایده نمیدهد. رسول اکرم میفرماید لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. پیامبر میفرماید که روزه گرفتن تنها از خوردن و آشامیدن نیست، بلکه روزه گرفتن از کار گناه هست که گناه ترک میکنی، نافرمانی الله ترک میکنی، ظلم مردم ترک میکنی. وقتی که در تگ دستت کار میکنن پول اونها را میتی، غیبت نمیکنی. این است روزه تو ای بنده مسلمان. رسول اکرم میفرماید من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. پیامبر میفرماید که انسان دروغ بس نمیکنه و عمل کردن به دروغ بس نمیکنه، الله احتیاج به روزه گرفتن این انسان نداره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید ای امتی مسلمان اتقوا دعوة المظلوم فانها تحمل على الغمام يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. پیامبر میفرماید از دعای مظلومان بترسید، زیرا که دعای مظلومان را الله بالای این ابرها می بردارد، به آسمان ها می رود، پیش الله می رود و الله قسم یاد می کند و عزتی و جلالی، به عزت و بزرگیم لانصرنک ولو بعد حین. ای مظلومی که حق تو را از دستت گرفتند، کارت فرموندند و پولی تو را ندادند، من تو را کمک میکنم، حق ما از ظالم میگیرم، حق تو را از ظالم میگیرم، انتقام از ظالم میگیرم. اگرچه یک مدت این ظالم کتگری میکنه، یک مدت که حق تو را میتیه، امروز روز عوف است، روز بخشش است،
روزی هر حقدار حقش دادن است، ماهی هست که طاعت و عبادت است، ماهی هست که خریدن جنت در این ماه است، ماهی هست که گردن تا از آتش دوزخ خلاص میکنی، حق مردم از بالا دور میکنی. پس بشتاب به سوی جنتی که عرضها که عرض السماء اعدت للمتقین، پهناییش پهنایی آسمان است، پهناییش پهنایی آسمان ها هست، برای کسی که تقوا میکند برای او آماده کرده شده است. و انشاءالله صحبت خود را در این مجالس رمضان ادامه میدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.